سلام بچه‌ها، من مریم هستم، دانشجوی داروسازی در آلمان. به اولین ولاگ من خوش اومدین. خیلی بدون مقدمه میخوام بگم و یه روز هست در تعطیلات هستم فعلا بین ترما و واقعا هر صبح که بلند میشم یکی از سخت‌ترین کارا بچه‌ها جمع کردن تخته. یعنی خیلی بخوام واقعا راست باشم نمیدونم چرا، ولی احساس میکنم این کار اول صبحی که آدم بلند میشه خیلی سخته. ولی خب از اون قسمت که بگذریم، یکی از قسمت‌های مورد علاقه زندگی من درست کردن چاییه که حالا بعد آب و جوش بذاری و اینا مخلفات داره، ولی واقعا آرامش میده. اما خب این قسمت خیلی به طول نمیانجامه و بعد بریم غذا درست کنیم. از اون جایی که مهاجرت میکنیم غذا درست کردن واقعا به شیوه و روش‌های مختلفه و بعضی موقع بعد یه غذای منجمد شده رو بیاری. الان این یه قرمه سبزی منجمد شده بود که من آوردم و داغش کردم، ولی خب از اونجایی که برنج رو نمیشه منجمد کرد واقعا باید درست کنی بشوریش. و بچه من اغراق نمیکنم ولی برنجان خوب در میاد، نمیدونم چرا واقعا برنجای خوبی درست میکنم و کار خاصی هم نمیکنم، میشورمش، ولی احساس میکنم کلا برنجای خوشمزه‌ای در میاد بدون اینکه روغن خیلی بزنم. و من احساس میکنم در میگرده بچه ها به اون یه بند انگوش آبی که ما رو برنج میذاریم، اون خیلی مهمه. و مهمتر از همه اونها بچه ادویه است. یعنی ادویه خاصی نمیزنم، نمک برای ضد عفونی کردن و اون یه خورده طعم نمکی رو بده و شوری رو بده. زردچوبه خیلی یه چیز کاملا عادیه، ولی واقعا بچه برای ما عادیه، برای دیگران، برای کشورهای دیگه اصلا این شکلی نیست. و زعفرون، ما زعفرون رو به همه چیز میزنیم، در صورتی که من مثلا به دوستان که میگن اونا میگن خیلی عجیبه، ما زعفرون خیلی گرونه، شدیم گرونه و اگر بخوایم به کار ببریم فقط برای درمانی و این شکلیه، ولی ما زعفرون رو به همه چی میزنیم، ولی خیلی هم کار خوبیه چون خب اثر درمانیش هم تو غذا میذاره دیگه. بگذریم و حالا اون چای رو که بچه گفتم معمولا درست میکنم، ولی این کار هر روزم نیست که بشینم و برنامه‌ریزی کنم. معمولا روزایی که بچه کاری ندارم، از اونجایی که احتمال پرت وقت خیلی زیاده، قشنگ بلند میشم یه چای دم میکنم. حالا اینجا نتونستم دم بکنم چون باید با سرعت برم و یه تیپک برمیدارم. و بچه معمولا این شکلیه که من سریع چایمو میخورم و میرم دانشگاه. ولی خب چون الان ما دانشگاه نداریم، من بعد متاسفانه یه امتحانی آخر این تعطیلات بدم، واقعا امتحان رو مخیه، ریاضی داروسازیه و بعد بخونم براش، یعنی به خودم مجبور کنم بلنشم برم بخونم و این شکلیه که دیگه بچه برنامه‌ریزی میکنم که کی تو خونه بمونم، کی غذا رو بخورم، کی برم به اتوبوس برسم، چون اگه اتوبوس از دست بدی عملا بعد نیم ساعت تمام دوباره منتظر اتوبوس بعدی باشی توی اینجا و این خیلی رو اعصاب آدمه، واقعا میگم. یعنی کلا منتظر اتوبوس بودن سخته، بر همین بعد واقعا به زمان و خیلی درست برسی، یعنی اصطلاحا اینجا میگیم پونکتلیش و این خیلی بچه‌ها مهمه دیگه. برنامه‌ریزی جزو مهمترین بخشای زندگی دیگه که مجبور شم اینجا خیلی تند و سریع غذا بخورم. و این بچه برنجی که میبینید واقعا خوب شده ها، یعنی حالا ظاهرش یه جوریه ولی واقعا خوشمزه شد. و حالا قرمه سبزی عزیزمون که به ظاهر یه خورده شبیه اسفناجه ولی مزهش بچه عالی بود، یعنی قرمه سبزی هرچی بیشتر میمونه بهتر در میاد. و دیگه سعی مجبورشم ناهار رو بخورم، لباس بپوشم، واقعا دیگه داشت دیرم میشد. و بچه ها واقعا این چند وقت خیلی آلمان سرد شده، به شدت سرد شده، یعنی نمیدونم چرا هی هوا گرم میشه هی سرد میشه، هی گرم میشه هی سرد میشه، اصلا آدم نمیدونه بعد چی بپوشه. و من دیگه مجبورشم پالتو و اینا برم بگیرم چون واقعا هوا به طرز عجیبی سرد شده بود. و یکی بخشای دیگه زندگی که من دوست دارم بچه اتوبوسه. یعنی اتوبوس بعد موقع خیلی شلوغ میشه و مخصوصا وقتی از دانشگاه برمیگردم خیلی سرم درد میگیره، ولی معمولا صبح خیلی هوا خوبه و اینجا دیگه تقریبا ساعت 11 اینا بود داشتم میرفتم سمت کتابخونه و کلا دیدن این همه آدم بچه‌ها با آدم روحیه میده. من تو ایران که بودم نمیدونم چرا با اتوبوس و مترو اصلا نمیرفتم، یعنی اونقدر جا نیفتاده بود. و خب از اونجایی که من دانشگاه ایران نرفتم مثلا همش با مثلا سرویس مدرسه و اینا بودیم. بگذریم بالاخره رسیدم کتابخونه و بچه واقعا برای اینکه انگیزه بدم به خودم که درس بخونم و ریاضی، چون ریاضی اصلا چیزی نیست که من دوست داشته باشم، مجبورم به هزار و یک روش واقعا
خودم رو هی بخوام موتیویشن بدم برم جلو درس بخونم و بر همین یکی از این بابل تی رو گرفتم. جدیدا خیلی هم تو اینستاگرام بچه‌ها این اومده تو ایران و یه خورده گرونه، اینجا هم واقعا گرونه، ولی به هر حال دیگه من میگیرم دیگه، چون امتحانم مهمتره، بعد براش بخونم و بتونم قبول بشم و بر همین دیگه یکی از این بابلتی ها رو گرفتم و هول و هوش 4-5 ساعت خدا رو شکر تونستم بچه‌ها درس بخونم تو کتابخونه واقعا. حالا خیلی دوستم که یه ویدیو استادی بیسمی هم بذارم، ولی دیگه تو همینجوری ویدیو رو گرفتم چون دیگه موبایلم خیلی واقعا ذخیرش تموم شده بود. ولی خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین. من کلا رو چنلم ویدیو آموزش زبان آلمانی میذارم. این اولین ولاگمه واقعا و خیلی دوست دارم بیشتر از این ویدیوها بذارم، هرچند درست کردنش خیلی سخته، ولی خیلی خوشحالم که بالاخره درست کردم، چون یه چیزی بودش که تمام مدت هی اسکیپش میکردم، به جلو میگفتم نه ولش کن حالا فردا پس فردا. ولی بچه‌ها کاری که دوست دارین رو بلند شین انجام بدین، هرچند خیلی میترسید، هرچند شاید فکر کنید که حالا کی ویدیو منو نگاه میکنه، ولی به نظر من آدم مهمه که اون کاری که میخواد رو بلند شه انجام بده و اگر این کار نکنه 10 سال 20 سال بعد حسرت میخوره واقعا. بر همین گفتم جمله آخر رو یک انگیزشی بدم، ولی بچه واقعا کاری که میخواید رو انجام بدین و از هیچ کس و از هیچ چیز مهمتر از همه از خودتون و ترسای خودتون کنارگیری بکنین و نذارین اونا زندگی شما رو جلو ببرن. خیلی ممنون، تا ویدیوی بعدی.